با درود. این دستگاه تراشم هست که اینو خودم درست کردم. این سلیتو جلو و عقب میکنه. این سلیتو تو چیز تغییر میده. اینم که قلمو میگیره. اینم سه نظامش هست که تمام اینجا خودم درست کردم، هر چی دم دست بوده. گیربکسش انجین موتور 100 یاماها هست، مشخص باشه. این سلند و سرسلندش رو حذف کردم و از گیربکسش استفاده میکنم. 4 تا دنده هاش. اینم کلاچ خود دستگاه هست و اینجا کلا هر چیزی که میبینید دستساز هست. از گیره، این گیره است که اینجا خودم درست کردم. و دریل ستونی، باز این گیره همینجا خودم درست کردم. دریل ستونی هست برای سوراخ کاریه که انجام میدم. این سنباده نواری هست که این خودم همینجا درست کردم. البته نوارش پاره شده، هنوز دوباره روش ننداختم. و این موتورش هست که یه مینی فرز هست و نقاله رو میگردونه. اینم اسپیکر اون هست، سوخت. و باز یه ضبط ماشین رو درونش قرار دادم. کلا هر چیزی که اینجا باشه بیشتریش دستساز هست، خودم درست کردم. یه پرسی هم هست که این هم دستگاه پرس هم هست که جک روغنی ماشین بوده، برعکسش کردم، برشش دادم. جک و سلند رو از اینجا حذف کردم، آوردم پایین و کلا یه پرسی دستسازی درست کردم. ممنونم بابت همراهیتون.